بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی صاحبان قدرت و منصب، ای کسانی که یک چند روزی بهتون قدرت میدن، حواستون باشه افراد چاپلوس و متملق و پست را اعتراض نکنید، راه ندید، تبعیت نکنید، نقاد را بپذیرید. انسان عاقل اون است که اگر یه بچه‌ای هم که میگه حرف حق میزنه بپذیره، اگر دشمن هم چیزی میگه بپذیره. اگر انسان انتقاد نبیاره فرعون منشی ایره. ولی آیا اوضاع ما مرضی امام زمان هست یا نیست؟ اگر کسی بگه مرضی امام زمان، من تکذیبش میکنم. این وضعیتی که ما داریم مورد رضایت و پسند امام زمان نیست، که این همه زندانیان بیگناه، این همه فساد، این همه تهمت، این همه شخصیت کشی ها، این همه ضایع کردن با این هزینه هایی که اگر بگه کسی بگه امام زمان راضیه بیود ما، میگه آقا امام زمان راضیه به تهمت، راضیه به دروغ، های دروغ پشت سرم، راضیه به چپاول بیت المال. آقا این حرفا دیگه نیست که ما حالا بریم تو خلوت بگیم، این حرفا نیست. دنیا همه فهمیدن، همه میگن ایرانی که بسم الله جمهوری اسلامی که نه کلمه نه بیاد که نه جمهوریش مان نه اسلامش. جمهوری یعنی مردم براشون فضای آزاد بداری. این دلسوختگان، این نخبگان، اینایی که خیر خواهند بیان میدان صحبت کنن، حرف بزنن. امر بین شورا، امر اجتماعی بینهم، امر اجتماع با شورا و مشورت به کار میبره، با انحصار طلبی و با قدرت طلبی و با اینا پیش نمیره که هر کس دم بزنه خفه شد، همه گونه بلا و مصیبت به سرش بیارن. البته مردان حق از بلا و مصیبت نمیترسن. چه مصیبتی از مصیبت کربلا بالاتر؟ این وضعیتی ما داریم باید فکری کرد. درسته ما حسینی هستیم، حسین سینه میدنیم، کربلا میریم، نجف میریم، ولی اینها باید آثارش روشن باشه. علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان میفرماید که اگر بنابش ظواهر دین باشه و معنویت و حقیقت و اینا نباشه، فساد بیشتر هست. این همه فساد، این همه جنایت، این همه خیانت، این همه ظلم و ستم، با حالی که این همه فداکاری ها شده. این جانبازان ما بعضی ها تو خانه میپیچن به خودشون. هنوز بستگان خدا منتظر خبری از بچه‌شو بیاد، بیاد پلاکاتی هست، پلاکی هست از چی هست، شهید شده هست، هنوز مردم منتظر بچه‌شو هستن. مگه میشه پا گذاشت خونه همه شهدا؟ مگه میشه؟ آخه من تعجب میکنم آقای بهجت، حالا سوء استفاده میکرد اسم آقای بهجت. آقای بهجت اصلا ربطی به ما نداره. او یه عالم دیگه داشت، با عالم دیگه. ما اهل دنیا هستیم، او اهل معنا بود و بزرگ و علم و اونا. ولی بارها این اخیراً کلامش این بوده که روز روشن دست نگذاریم رو چشممون بگیم شبه. نیست تو درس خواندن نیست، تو حوزویان نیست. خدا نکنه واضح را منکر بشیم. در کار نباشن اسلام هم در کار نیست. خیالتون راحت بشه. اینکه من میگم حکومت دینی معنا نداره، حکومت دینی باید واسه معصوم انجام شه، ولی مردم باید در سر نباشن. این همه فریختگان رو دلسوز داریم، این همه نخبگان داریم، مردم دارن دق میکنن بر اساسی که ما داریم و بهشون فضا ندیم. فضای آزاد، انتخابات آزاد، آزادی بیان، مجلس آزاد، نه مجلس اسیر و مرده. میلیاردها خرج کنه بره مجلس بشینه فرمایشی رفتار کنه. این مجلس قانونی نیست. مجلس وقتی قانونی است که مردم در صحنه باشن، آزاد حرف بزنن، رسانه‌ها در اختیار مردم باشه. بابا فریختگان آزاد باید آزاد حرف بزنن. اتفاقا وقتی حرف زدن تبادل میشه و استمون رو فیتبون احسنه. کسی که آلوده میلیاردها خرج میکنه که بره مجلس و میلیاردها بزنه جیب و بخارت ببره، این ارزش قانونی نداره، یه ارزش نداره. مردم خفه بشن، اختناق داره، هیچ کس حق نداره چه حرف بزنه. پس برای نجات یک جامعه باید یک فضای آزاد
یک انتخابات آزاد، یه مجلس توانگر و توانا، نه مجلس فرمایشی. مجلس فرمایشی قانونی نیست. چون فلان عالم سیگار میکشه منم سیگار بشم عالم میشم. نه اشتباه ارزگاه بشه. غیر از معصوم تخت عباد بشه. غیر از معصوم، نه معصومی که ما درست کنیم. ما نمیتونیم معصوم درست کنیم. معصوم را خدا میداند و بس. هیچ کس بنده شناس نیست غیر از اونایی که علم الله دارن که همه علم خدا بیشونه، اونم اهل بیت اسمت دادن. از من میپرسن آقایان علما دامت برکاتون، چرا این همه فساد و این همه غارتگری و این همه خیانت و این همه جنایت و این همه حیثیت ها که برباد میره، چه مشکلاتی که مبین و مبینه ولی همه، چرا آقایان علما چیزی نمیگن؟ البته خودشون بهتر میدونن. بنده نمیتونم دفاع کنم، خیلی شرمنده. بنده ای که خاک پای طلبه هستم، چون همیشه علمای ما، اصلا ما طلبه هستیم، طلبه تا آخر عمر طلبه هستیم. حجت الاسلام و آیت الله اینا بذار کنار، اینا القابی که هیچ دردی میخوره، نه درد اینجا میخوره درد آخرت. اینا مدافع اسلام، یه ده هوچی، یه ده همجل ها بندازی جان مردم، اون وقت فرهیختگان. این میشه چی؟ خفشون. این میشه چی؟ جاهلیت. به عرض جاهلیت کجاست؟ عالمه ها ملجم و جاهل ها مکرم، نادان ها سرنشین صدرنشین، ولی علما دانشمندان فرهیختگان نخبگان اینا خفشو حرف نزن. این با اسلام نمیسازه. و مرد حق هم از هیچی نباید ببترسه. یه طلبه تا آخر عمر طلبه است. و این حالا ما از این جواب چه بدیم؟ آقایان علما، بزرگان، سروران، جواب مردم چه بدیم؟ شجاعت از مردم گرفتیم، شجاعت از مردم گرفتیم. روح شجاعت در جامعه ما نیست، روح ترس حاکمه. ای میترسم شنودی باشه چی بود؟ من میگم، من خودم میگم و کسانی که با من همراهن، همه جا باید شنود باشه تا ما حرفا میزنیم. چرا نمیخوام ایران باشم؟ کی میخواد مملکت خودش باشه؟ برای که هر حرفی میدارم اولش میگن کسی هم نیست از من، وسیله نیست که از خودم دفاع کنم. من میگم مکه، اون میگه ترکستان. این چه وضعیه؟ این وضعیت مورد رضایت امام زمان نیست. البته این سینه ها این دنیا همه اثر داره به شرط خودش. همه چی اثر داره به شرط خودش. به شرطی که حسینی بشیم، روح حسینی بشیم، طرفدار ظلم نباشیم، تایید ظلم نکنیم، چاپلوسی نکنیم. بزرگترین منکر امروز چاپلوسی ها و تبلغات در مقابل مقامات و مناصب قدرت. مردم ترس بدن کنار، بیان میدان حرف بزنن. نمیخوای جنگ کنی با کسی، حرف بزنن. آقا مردم حق دارن، به حقوق مردم برسید. شما حقوق مردم پایمال میکنید برای چی؟ دین ولکو، چون امجد آدم بدیه. به دینت منم، دینت قرآنه، بیا به قرآن یه اشکال کن، بیا به اهل بیت یه اشکال بکن. یه علیه که کش زده مغزش پاره کرده، میگه که به این برسید. اینه مکتب علی. اگه من دیدی یه نفر مخالفت رو کرد، گرفتم بردم زندان کردم، دادم چی کردم، حیثیتش بردم، آبروش بردم، تهمت زدم، این ربطی به علی و اولادش نداره. هی بگو علی. یه عده مجیزگو، یه عده چاپلوس، یه عده متملق در لباس روحانیت. بدترین جرمه یه دزدی بره لباس آخونده بدزده و بره دزدی، این خودش جرمه. یه آخوندی که با لباس امامه تأیید میکنن به ظالم و جنایت ها و خیانت ها، این آخوند ضد دینه، ضد اسلامه، مردم را از دین و مذهب براری میده.